حالا قبل از بیان این مطلب که آیا حضرت آدم نافرمانی کرد، گناه کرد یا اینکه تفسیر دیگر دارد، و این نکته هم عرض کنم در تکمیل آن بیانی که عرض شد. ببینید آنجا که گفتیم ما در برابر خدا باید تسلیم محض باشیم، تسلیم شویم، هر چی گفت انجام دهیم و چون و چرا نکنیم. به این معنا نیست که حالا این یک نوع کرکورانه عمل کردن باشد، نه، این کاری عقلایی است. ببینید من یک مثال زنم. فرض کنید یک نفر پزشک رفته است، چند سال درس خوانده است و آمده پزشک شده، طبیب، و شما هم خدا نکند مریضی شدید و رفتید پیشش و برای شما یک نسخه نوشت، گفت باید تو این کار را، تو این مثلا دارو را تناول کنی، اینها را از این مثلا غذا پرهیز کنی اینا. شما اینجا چی چون و چرا میکنید؟ چرا این دارو مثلا جناب طبیب، چرا این دارو نه، چرا فلان غذا رو نخورم؟ اگر شما چون و چرا کردید به شما خواهد گفت که را پی کارت. اوخلا تسلیم دکتر. وقتی باور دارید که طرف پزشک است، درس خوانده است، طبیب است، دیگر هر چی میگوید خوب چشم، هر چی گفتم انجام میدهید. آیا این کار احمقانه ابلهانه است؟ یعنی نه، کاری اوخلایی است. در اینجا همچنین است. خداوند متعال آفریدگاری ماست، جز خیری ما نمیخواهد. هرچی برای ما میخواهد و مصلحتی ماست. اگر گفته است نماز بخوان، چون نماز ما را به کمال میرساند. اگر گفته است روزه دار، حتما فایده دارد برای کمال ما. اگر گفته است فلان مثلا گوشت فلان حیوان را نخور، حتما در این نهی مصلحتی است برای ما. ما چون پذیرفته ایم که خدای هست، با عقلمان یافته ایم خدای هست، با عقلمان یافته ایم که این خدای کامل است، خدای خیرخواه است، مهربان است، جز خیر و خوبی برای ما چیزی نمیخواهد. وقتی میگوید شما هم تسلیم او میشوید، کاری عقلایی استیم. گفته نشود که اگر ما گفتیم مثلا ما چون و چرا نکنیم، به این معنی نیست که حالا ما کرکورانه عمل کرده باشیم، نه، عینی کاری عقلانی است، عقلایی است. خب و اما پاسخ این پرسش که حالا این حضرت آدم که پیامبر بود و پیامبران معصومند، آیا نافرمانی خدا میکنن؟ پاسخش این است. توجه بفرمایید. ظاهری آیت وقتی بار اول که انسان میخواند که انه چنین مینماید که حضرت آدم گناه کرده باشد. نگاه کنید مثلا در بعضی سوره ها میگوید مثلا و عصى آدم ربه فغوى، آدم پروردگارش را نافرمانی کرد. عصیان نافرمانی است. فغوى، غوایت تقریبا گمراهی است. یا آنجا که خداوند سرزنش میکند حضرت آدم و حوا را که چرا از این درخت تناول کردید، من که گفته بودم به آن نزدیک نشوید. آنها گفتند ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ما، یعنی اعتراف کردند به کرده خود، گفتند ما به نفس خیشتن با خوردن این میوه ظلم کردیم، ستم کردیم. فإن لم تغفر لنا و ترحمنا، تو اگر ما را نبخشی و رحم نکنی، ما از زیانکاران خواهیم. که آنها ظاهری آیات نشان میدهد که گناه در میان است و آنها توبه کردند. خب حالا این با پیامبری میخواند؟ پیامبر مگر گناه میکنه؟ پاسخ این است دوستان، پیامبران معصومند از آدم تا خاتم. پیامبران گناه انجام نمیدهند. اینکه اختلافاتی هست، آیا پیامبر قبل از پیامبریش مثلا گناه میکرد یا نه؟ اگر در بین علمای
دینی، علما، متکلمین اختلافات هست، حالی وارد آن نمیشه، اما قدری متیقن آنجا که همه اتفاق نظر دارن این است که پیامبران در حالی پیامبر بودن معصومند، خطا نمی کنند. خب اینجا حضرت آدم پیامبر بود، آیا این گناه هست؟ یعنی معصیت است؟ با معصوم بودن پیامبر میخواند. معصوم یعنی کسی که گناه از او صادر نمیشه. اینکه چی؟ اینکه گناه است. پاسخ این است دوستان، نه، این گناه نیست. چرا؟ به این خاطر ببینید ما دو گونه امر و فرمانی خداوندی داریم، مولوی و ارشادی. یا وقت از خداوند به ما انجام یک عمل را برای انجام یک عمل ما را دستور می‌دهد، میگوید نماز خوان، روزه دار، شراب نخور. این امرهای مولوی است. یعنی چی؟ امر مولوی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی نافرمانی کرد جزایش چیست؟ قیامت پاسخ باید بدهد. این اسمش گناه میشد. گناه جایی است که ما علیاذ بالله یک فرمانی مولوی خدا را نافرمانی کنیم. نماز خوان گفته است اما نماز نخوانیم، روزه دار گفته است ما روزه نداشتیم. در اینجا خب اگر ما نافرمانی کردیم، معصیت کردیم، پیش خدا باید پاسخ بدهیم. گفته است شراب نخور، علیاذ بالله شراب خوردند. خب این شراب خور پیش روز قیامت باید پاسخی یا جزای این عملش رو ببیند. اما یه وقت است نه، خداوند میگوید یک کار رو نکن یا انجام بده، این امر یا نهی ارشادی است. یعنی چی ارشادی؟ یعنی این کار رو نکن. اگر کردی تو بر خودت ظلم کردی، بر خودت جفا کردی، برای من که ضرر نکردی. مثلا مثال میزنم، وقتی شما رفتید پیش پزشک به شما گفت که آقا تو فلان غذا را نخور. خب این را گفت، آیا او دستور داد که اگر شما نکردید یعنی شما را مجازات خواهد کرد دکتر؟ نه، گفت اگر این غذا را تناول کردی، من گفتم پرهیز کن، تو نکردی، تناول کردی، حالا که نکردی جفایش برای خودت، ظلم تو بر خودت، بر خویشتن بر خویشتن ظلم کردی، ستم کردی، یعنی کسل میشی یا مریضیت بدتر میشد. مثلا این رو میگویند امر یا نهی ارشادی. این هست در اصول فقه هست، در اونجا علما به تفصیل این را شرح و توضیح دادند که مولوی چیست، امر مولوی چیست، امر ارشادی چیست. متوجه هستید؟ در اینجا هم قصه همین است. به چی دلیل؟ به این دلیل. ببینید این بهشتی که آدم در آن قرار داشت و خداوند گفت از این درخت نخور، این بهشت داری تکلیف نبود. ببینید یعنی مکانی تکلیف نبود. در زمین است که خداوند بر آن تکلیف میکند، میگه این کار را نکن، این کار را کن. اما اونجا داری تکلیف نیست. اولین تشریع هم به نص خود قرآن این است که همین که در آیت خواندیم، آنجا که خداوند میگوید چی؟ عرضم حضور شما، اولین تشریع این است: قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی بعد از اینکه حضرت آدم از این میوه تناول کرد و از بهشت فرود آمد به سوی زمین، آنگاه بود که خدا شریعت یعنی براش درست کرد. گفت که چی؟ وقتی فرود آید از جان من هدایت می بیاد به شما، هر کس این هدایت مرا پیروی کرد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای اونها هراسی نیست، اندوهگین نخواهند شد. والذین کفروا، اما کسانی که مثلا
از هدایتی من پیروی نمیکنن اینا کافرن. سیاق آیت همین رو میگه. یعنی قبل از این تشریع دیگه ما شریعت نداشتیم که ما گوییم خداوند حضرت آدم اینجا نافرمانی کرد. اگر امر و فرمانی هست، امر و فرمانی ارشادی است. این یک دلیل. دلیل دیگرش ببینید، نگاه کن، میگه از این درخت نخورید که اگر خوردید فتکونا من الظالمین، کسی میشود که بر خویشتن ظلم کرده، ستم کرده، یعنی بر خود جفا کرده. جفایتون چیست؟ این که از این بهش محروم میشه، فرود میایی. همین که خوردی اتوماتیک اون شرمگاهت، عورتت نمایان میشود، تو دیگر از این بهش فرود میایی. اینه مگه ظلم انسان بر خودش دیگر خودش از بهش محروم کن. نه اینکه خداوند دستور داده باشد و این حضرت آدم نافرمانی یک امری مولوی کرده باشد. نه دوستان، چون این نیست. یا مثلا در سوره اعراف خداوند میگوید، در سوره طه بعد از اینکه میگوید مثلا چی، از این درخت تناول نکنید که فتشقا، که شقی میشوید، برای خودت سختی میبیاری. متوجه هستید؟ در همین دنیا فرود آمدنی تو از بهشت بر روی زمین خودش یک جفایی است که برای خودت کردی. این دوم دلیل. دلیل سوم این است. اما خب بالاخره امر ارشادی بود. مگر تو امر ارشادی، یعنی این سوال شاید خود نمایی کند که مگر در امرهای ارشادی پیامبران باید یعنی توجه نکنند؟ نه، باید توجه کنند. بالاخره خدا گفت انجام نده، نباید انجام میداد. درست است که نافرمانی به این معنا که پیش خدا مجازات شود انجام داد، نه، نباید انجام میداد. اما این گونه خطاها گهگاه از پیامبران هم صادر میشه، یعنی هیچ اشکالی هم نداره. در اصطلاح علمی اصول هم اینم ترک مولا میگویند. کاری که نباید انجام میداد انجام دادن. تجسمی. چون ببینید در امرهای مولوی اگر یک انسان توبه کرد و خداوند توبهش قبول کرد، کأنه اون معصیتی که کرده انجام نداده است، بر همون حالت قبلیش برمیگردد. اما در اینجا که برنگشت، حضرت آدم به همون بهشت توبه کرد، گفت خدایا ما ظلم کردیم، حالا ما رو رحم کن، ببخش. وقتی حضرت آدم گفت ما رو ببخش، خداوند هم توبهش پذیرفت دیگه. فتاب علیه، خدا پذیرفت. خب وقتی که پذیرفت، اگر این گناه میشد باید به همون حالتی به اولیش برمیگشت، نه اینکه به زمین فرود آید. این که به زمین فرود آمد نشان میدهد که امر مولوی نبوده است، ارشاد. البته این بحث یک کمی سخت‌تر میفهمم من، سخت‌تر. حالا همین رو میخوام عرض کنم که این گونه امور به عصمت پیامبران، معصوم بودنی پیامبران لطمه وارد نمیکنه. متوجه هستید؟ حالا شما شاید کسی سوال کند که پس چرا خداوند در اینجا تعبیر عصیان آورده؟ عصا آدم ربه. عصیان که خیلی معناش معلوم است. ببینید انسان ها هر یکی یک جایگاهی دارند، مراتبی دارند انسان ها.